اینقدر که گفت مردم یاشنده هیچ کس نشنده. باز هم یک دفعه ما رو نگفت که درس نخوانین، نگفت ما نه هیچ چیز منش هیچ وقت نگفت برین درس بخوانین، برین بسیگبای مردم نگردید. اینم سال 2 سالی که ما رفتیم کم کم مردم یک کمری از او بابا دلو فلانی که ایتر شد من نشیم من نخوانم. After nearly 3 decades of armed conflict, Afghanistan has one of the lowest school attendance rates in the world, particularly for girls. In 2009, the Aga Khan Foundation started supporting 216 schools for boys and girls in the remote provinces of Baghlan, Bamiyan and Badakhshan. The foundation paid particular attention to 6 reference schools in districts where girls' enrollment was amongst the lowest. این مکتبم قبلا در سال 2005 به شکل مخروبه بود، کلکین‌های از اینا خراب بودن، دروازه‌های از اینا خراب بودن و دفتر محترمی یکی بخش تعلیم تربیت از او اینمی مکتب دوباره ترمیم کردن و دروازه از زیر، کلکین‌های از زیر، حتی سطحی از زیر، این بلاک‌ها و سیمنت‌هایی را که می‌بینین دفتر محترمی کیف اینا را دوباره ترمیم کردن. As well as renovating the schools, it aimed to lay the foundations for a quality education for students of all ages. ما قبلا استاد ریاضی نداشتیم، استاد کیمیا نداشتیم، استادایی که در بخش مضمون‌های مجرب برای ما بکار بود ما در اینجا نداشتیم. دفتر محترم کیف در قدم اول 3 نفر استاد با تمام امتیازاتی از او در اینجا برای ما اونا فراهم کردند و بعد از او لابراتوار مجهز در اختیار ما قرار دادند. The Aga Khan Foundation coordinated with the Provincial Education Directorate to ensure qualified female teachers were posted to key rural schools. Their salary is paid by the government. AKF paid transport or a small incentive for these teachers to teach in these schools. قبلا در مکتب کورس کامپیوتر نبود ولی بنیاد آقا خان این زمینه برای ما فراهم کرده، کورس کامپیوتر برای ما آورده. The school's teaching methods have also completely changed. Before, teachers used to concentrate on theory. Today, classes are interactive and practical. آلیسی کاری گروپی داریم، ما مضمون ریاضی درس میتیم، ساعت ما ریاضی است، اینا چیز جمع کار میکنیم. هم سنگچل داریم که از میگید که خود ما استفاده میکنیم، از سنگچل میگید موادی که از دفترم با ما میارم باز میتونیم که از منطقه خود سنگچل چوبک هر چیز که در منطقه باشد از او استفاده کنیم. شاگردا با او آشنایی کامل هم دارن، کارت هم جور میکنیم و اینجا کار میکنیم. Aga Khan Foundation trainers also provide and make teaching materials. Parent-teacher-student associations have been set up to reinforce links between the schools and the community. ما شاهدی از همین هستیم که ذهنیت والدین و ذهنیت استادا که از مدتی که این لیسه تأسیس شده و این کمک‌های آقا خان و این کارمندای از اینا که میاین واقعا ذهنیت همه را تغییر داره. These associations play a key role in keeping girls in school. If they do drop out, principals from the reference schools like this one in Badakhshan make an active effort to encourage the girls to return. باز ما دیگه همراه شورای انجمن خود شخص خود ما دو سپر آمدیم، اینا را تشویق کردیم، مشکلی گفتیم از شما در مکتب نیست، شما باید تحصیل خود بخونین، شما با آموزش خود ادامه بدین و این خبر ما بالاخره قناعت کردن، اعضای فامیلی از اینا قناعت کرد، اینا دوباره آمدن در صنف نو در خواندن. There's been a radical increase in the numbers enrolling and graduating from secondary school, and the girls now have ambitions to pursue careers away from farming. ما رشته ادبیات زیاتر خوش دارم، از خاطر میخوایم که ژورنالیست شوم. اینجا خوب است، بسیار خوبه اینجا. امکانات در چی؟ خود دختر نمونده که بی‌سواد نشد. نظر دیگه جای اینجا یک ذره خوبتر است. Many of the obstacles preventing girls from accessing education have been removed. So that they didn't have to walk long distances to school, the Aga Khan Foundation provided transport.
The communities themselves took over payment for the transport after 2 to 3 years. But it can still be a struggle for many girls to persuade their parents to let them study. اولا که ما مکتب ما رفتیم تا 6 خیلی زحمت خوندیم چون آقایم خدا بیامرز که بود مکتب خوش نداشت. بعض وقتا باننیم دوام که تا 6 که بودم نمیشت مکتب رفتم مرا. بعدی که 6 آقایم فوت کرد بعد از که آقایم فوت کرد آزادانه مکتب خوندم. دیگه من آزادانه بعد از صنف 7 آزاد مکتب خوندم. بعدش که هم امتحان کنکور دیدیم کامیاب شدیم دومی اونده تربیه معلم. Half of the girls graduating from the reference schools go on to further education. More than 600 have returned to their communities as teachers. A role model for younger girls, they also encourage more families in these remote provinces to get their daughters an education.